رشد اقتصادیات مملکت، کامیاب گردیدن به دستاوردهای استحصالی، تامین بازار داخلی با محصولات وطنی دارای صفت اعلی و بازگوی طلبات‌های استاندارد بین‌الخلقی، استفاده بی‌میلان امکانات داخلی برای فراوانی بازار استعمالی کشور از هدف‌های اساسی سیاست حکومت تاجیکستان میباشد و صنعت کنونی با صورت کشور با اقدام سرور دولت امام علی رحمان با در نظر داشته اهمیت ساحه صنعت در مسائل اقتصادی و اجتماعی و تأسیس جایهای نوی کاری اعلام شده است. در شهر گلستان ولایت سوق با فراهم آوردن فضای مساعد سرمایه‌گذاری، جلب سرمایه مستقیم و وارد تکنولوژی نوی اینواسیونی، حجم و نامگوی محصولات رقابت‌پذیر و صادراتی و واردات عوض کننده می‌افزاید. جمعیت مشترک تاجیکستان و کانادا اپریلوفکا با نوسازی و تامین با تجهیزات و تکنولوژی و ماشین و مکانیزم‌های کهنی و کارکرد معدن امکانات بیشتر فراهم آورد. تامینات معدن برای کارکرد در فابریکه ظرفشویی اساساً از کان‌های کشاده برگونده، قزلچوقی و کان‌های زیرزمینی اپریلوفکا و اکیجلان عملی می‌شود. در فابریکه ظرفشویی کارکرد معدن‌های ذکر شده عملی کرده شده، اینچنین کارکرد تکراری خاکه‌های پالایشگاه برای اشغالرانی به راه مانده شده است. اقتدار استحصالی فابریکه ظرفشویی در یک سال 350,000 تن معدن را در بر می‌گیرد و همه ساله بلند برداشتن اقتدار استحصالی به عمل برآورده می‌شود. کارخانه فعالیت استحصالی خود را دوره به دوره سال تا سال زیاد نمود، یعنی کارکرد معدن را از 250 تن شروع نموده تا به امروز به 900 تن در یک شبانه روز کارکرد معدن را آورده رساند. کارکرد معدن های کوهی زحمت خیلی زیاد را طلب میکند و به همه این نگاه نکرده ما مثال توانستیم که همین کارگاه را در یک سطح خوبی کاری نگاه داشته توانیم. در اساس دستاوردهای علمی معاصر و سیستم کارکردی با کدام تر اداره کنی استحصالات را درست براه ماندن که امروز ما توانستیم همین فعالیت استحصالی کارخانه را در همین شرایط نگاه داریم و امروز خوشبختانه با تشبث و کوشش‌های اون وابسته از آن که امروز ذخیره‌های ما خیلی محدود شده‌اند ما توانسته ایستادیم که با جلب مقامات‌های دولتی کارهای جستجویی اکتشافی را در یک چند ظهورات‌های نو براه مانیم. اگر این تدبیر در آینده ادامه یابد و ما امکان پیدا کنیم که در آنها ذخیره‌های نوی اشیاء خام را پیدا کنیم ما میتوانیم آنها را برای آینده داری همین کارگاه استفاده برده باز عمر کارخانه را دوچند زیاد گردانیم. زیاد گردیدن محصولات نهایی کارخانه خوله دارای طلا و نقطه‌دار در جمعیت مشترک اپریلوفکا نتیجه اجرای پیشبینی‌ها پیش از همه با استفاده دانش و تجربه کارگران و متخصصان محلی میباشد. باید قید کرد که در کارخانه اکثرا متخصصان تهجایی و کلی کارگران جمعیت مشترک اپریلوفکا شهروندان جمهوری تاجیکستان میباشند. همه آنها در همینجا تجربه کاری برداشته با تکنولوژی و کارکرد معدن‌های کوهی در همینجا شناس گشتند و امروز متخصصان صاحب تخصص خوب گشتند. افتخار از آن میکنیم که امروز با دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سیاست درست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همه جوانان نیز به کار جلب کرده میشوند و راهبریت جمعیت مشترک اپریلوفکا نیز در این سمت‌ها بسیار کارها را به اجرا رسانیده ایستاده است. بسیار کادرهایی که مثال در نه تنها فقط در داخل تاجیکستان آنها را دستگیری کرده در خارج کشور نیز آماده میکند و برای موافق گرداندن صنعت کوهی به طلبات استانداردی جهانی همین مسئله را کاربری مینماید. با افزون شدن حجم استخراج و کارکرد معدن و استحصال محصولات شماری کارگران و متخصصان از 810 نفر به 850 نفر است. کارگاه زرگری در شهرک به استحصال جواهرات، گوشوار و انگشترین ارمغان‌ها موافق فرمایش آماده می‌نماید. محصولات زرگری با صنعت آرایشی با طرح و نمود ملی استحصال و پیشنهاد می‌گردد و محصولات کارخانه مهمانان سیاحان خارجی توجه بیشتر ظاهر می‌نمایند و همچون ارمغان خریداری می‌کنند و در اساس طلبات فیلال کارخانه در شهر دوشنبه تأسیس داده شده 80 نفر ساکنان با جای کاری دائمی تامین گردیدند. کارخانه دوزندگی روشن در این موضع از مرکز شهر گلستان تا 50 کیلومتر دور اساساً به استحصال لباس یگانه مکتبی در اساس شرطنامه کاری با شعبه‌های معارف مقامات شهر و ناحیه‌ها مشغول است. با وارد تکنولوژی معاصر استحصال دولت‌های خارج و جلب متخصصان کاری خود محصولات با صفت جواب به طلبات فرمایشگر با استفاده از متاع وطنی آماده کرده می‌شود. لباس‌های طبی، کرپا، بالش و لباس‌های کاری موسمی از محصولات اساسی کارخانه محسوب می‌یابد و طلبات به این قبیل استحصالات در بازار داخلی و خارجی زیاد است و 13 نفر با جای کاری دائمی تامینند. در اینجا معاش خوب می‌گیریم. معاشای ما تا 1,500 سامان هم گرفته ایستاده. حاضر باز در اینجا ما لباسای کاری دوخته ایستادیم. لباسای کاری تابستانه، زمستانه، کرپ، بالشت و باز خلط‌های برای کارخانه ها
барои поварҳо, барои ошхонаҳо, барои тиббӣ. ҳозир боз барои мо фармоиш омадааст ки ниқобҳои тиббӣ дӯзем. ҳозир мо дар ин ҷо дар як шабонарӯз аз 1500 то 3000 дӯхта истодаем. сохтмону бунёд ва фаъолияти бонизоми корхонаҳои истеҳсолӣ дар шаҳраки консои шаҳри Гулистон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояту шаҳри Гулистон ва соҳибкорони маҳаллӣ имконияти таъмини ҷойҳои нави корӣ, василаи воридшавии андозу пардохтҳои давлатӣ ва дар ниҳоят ташкили корҳои ободонии созандагиро дар маҳал фароҳам меорад.